وزارت کارهای داخله شب 26 ایول تخمینا ساعت 23:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا شاونظرов حسنالدین خداینظرویچ سال تولدش 1985 ساکن جماعت زینب آباد نوی رودکی هنگام حرکت از سمت شهرک ترسونزاده به سمت جماعت زینب آباد در حدود دیهه عدالت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به چرخ چپ تراکتور تمغه امتز 82 تحت اداره راننده اشورف اسدالله اوروزوویچ سال تولدش 1981 ساکن شهر وحدت برخورده است. در نتیجه ماشین به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه اوپل ویکتر تحت اداره رحمتوف آیت الله خیردینویچ سال تولدش 1981 ساکن جماعت زینب آباد برخورده است. راننده ماشین تمغه اوپل ویکتر رحمتوف اینچنین مسافر اوپل استرا احمدوف بحردین سال تولدش 1991 ساکن شهر وحدت 80 و بیبیسورا سال تولدش 1994 و نابالغان 80 و شکرانه سال تولدش 2006 80 خیردین سال تولدش 2012 80 زاده صفیه شمسدین سال تولدش 2019 80 زاده آمینه شمسدین سال تولدش 2015 ساکنان جماعت دهات زینب آباد نویه رودکی و خود راننده این ماشین شاونظرов جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. 2 نفر از مسافران احمدوف و نابالغ 80 زاده به علت جراحت برداشتهشان در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد.